شروع میکنیم با دوختن اوتالا اوش بریدا. با چشم قطیق میگنش قطیق دو گایم. ای آنا. با خوبی دارم که در موی سفره خیلی خدمت خیری کردگی را قبول کنم. انا دوستان عزیز اینا نگاه کنید. اینا ایش اینا ای دوستان عزیز انشالله که برداشتن سرشی. آنا رحیم پروداکشن. سلام عرض میکنم با کلی تماشاگران دویمی سومنه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز نگفتن اومد، امیدوار هستم هر یک شما تنسیت و خانواده هستین. امروز ما باز در ناحیه فرخار در انم خانه خدمون قرار داریم. دوستان عزیز تصمیم گرفتیم که به هر یک شما یک آش بریده یعنی اوتالا میگن، یک خیلی جا قطیق میگن، هر خیلی نام میگیرن، یک طعام ملی تاجیکی که از انم کم بابا و بیبیای پیش ما موندگه تا حاضر یک آش بریده عجایب بود برای شما منظور شما بگردونیم. هر چند که شما مگر خدا نتونیم فکر میکنم که این چیز به هر یک شما معقول میشود. ما همراه عبدالله جان تصمیم گرفتیم عبدالله جان یواش بریده میکنیم، یواش بریده میکنیم با کلی هر یک شما. نگفتن نمونه اینا حاجی بچه ما عبدالله جان ایس نگاه کاکش قطی. دوستان عزیز فقط ما رو همراهی باشین، دستگیری کنین. بهترین طعامو برای شما پیشکش میکنم. از شما احترامان خواهش میکنم که لایک کنین، دستگیری کنین تا که همین کاری ما بیهوده نباشه و هر یک مردم تاجیک هم خیلی طعامای ملی تاجیک در روسیه، در انگلیس، فرانسه، در کجای باشه منظوری انمو اهل و اله چون کده. باقی در پانوی علاوه باشین دل شی ویدیو رو تماشا کنین. مرا عزیز سر میکنیم اوتالا اینول اسپید نکرده اینا جای در کوریش اونجا جوشیدن در اومد. این درونش چی داره؟ قلمفر داره. ماما کیاب دوست کوش قلمفر داشته با اینایی کارتشکا لوبی گاروخ بوی میجون لوبای چی بوده. یک بار ما هم گفتم یا اسپان بروما چی بروما یا درزچه اوکرومون درزچه اوکرو اینا فقط تماشا کنیم. اینا بی جوشیدن شدی یکم شیر بچه های غریب همجا دا باشه که یک چینی دا بردار چون بخرن. اینا دوستان عزیز شروع میکنیم بریدن اوشی بریده اوچاگی اوتالا میگیم که اینا ای دیدین چی خیلی اینا نگاه کنیم با تمامی صحنه چای این روز بود پدلش تماشا میکنیم راحت میکنیم عجایب بود. دستی مادر دیگه آیا اینا جای اینا بریدگیو شبی اینا اینجا اینا ایش تیار کرده سای بعد یک شلوق پاک زین روز اوتالا میزنن دیگه اوتالا بریده را اینا دوستان عزیز عجایباتی را بینین. اینا چیزی که یافتیم در درونش اوتالا پر کردیم زیق نشین کار قشلاق هم یاری ای دستو درد نبینم. انا روی باباگی جدو کردنی اوتالا کمی پختگی باشم میگیریم خاموش در کار نیست. ای انا کسانی که کردن نمیتونین یاد بگیرین. ارد قیمت چیده کم کمکی میگیرین. اینا این شنگار هم چاپوتیش کرده سعید درشی چی میشه وقت دو میدونن. نه یه لگنی دیگه بیارم. اینا انا دوستان عزیز
اینا نگاه کنید. اینا ایش ولی با دیگریش هم میاریم. فقط تماشا کنیم برای شما حاضر در دیگ دخترش هم میبینیم. انا رفتیم. شروع میکنیم با دختن اوتالا اوش بریدا. با چشم قطیق هم میگن قطیق دو گایم. ای انا. با خوبیش دارم که در موی سفره خیلی خدمه خیلی کردگی را قبول کنم. انا تماشا کنید ایش دختنه چی بیاری؟ حالا که بیار انا ایش بوچید نوبت انا ایش ها میوریم ما با حضور چی که بیاری؟ انا حاضی میورم اومجو اینه الان میمونم گفتن بگه کی نچسبم سوچی نه الانش با انا اوتالا نه رنگی اوتالش دیسه اینه چند جو گذاشت؟ انا سه تا دا اینه ایشم دو گفتم کیش زورد نمیرسه که این الو تا چخیل کم اومد دیدی؟ رنگ کنو هندیس کشید بیا نایسینی بیا که کلا میشه وقت خود اینا بانم خیلی کفته هم میگیری تو بردوشن تا چکای تنه کردگی برای اوتالادا دختان اجایی بود چی دای انا دیدی؟ انا شلوکی تیر الو شب منو میسوزه بس دوستان عزیز انشالله که برداشتن سرشی انا خیلی تنیم تش میشه بچه جون نیست نیو ای انا با مقامی نبوده که بلوی دیگ میگیرش که نچسبه ای انا دیدی برداریم اوتالارا انا سر شید سیگون جوش کمودی باشه دوستون عزیز بخشش ما همه قدر کردیم انا اینا تقسیم کنی سر شید انشاءالله آمین انا ریخته هم میگیره میشه اینه کی رفته؟ چه رفته گودا؟ ها؟ اومد گودا؟ اینه دوستان عزیز اوتالای بریده ما تیار شد با هر یکی ما شما اشتروی تو متاسفانه اجا خود نمیتونین نه که با هر یکی شما توصیه میتونم خیلی بکنین در خونهاتون بخرین آسونه که چیز یافتین در دروش بدادین از دوشیه با خود دارم آب گرفت اینا بی اینا نگاه کن باقی در پناه الله مدرم خوردنی تو فقط عزیز نگاه که همسیفای جونی قطی اینا تاجیکستان با پیش لگن موی علامون اینا تشکیل ساعت 10 شوای موی خیلی دایرو برونه اینا خورشید جون تشکیل اینا چاپوتی اوچاگی ای ایش اتاگی اینا زوباچیسکا ای بوار که سه وای شومته اینا تشکیلی را بینین هی وجود دایرو ای اونا وجود دانی اوی تویر میگم بسیار میدونه اینا پروژکتور موی را میبرداریم